Hi guys، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. خب موضوع این ویدیو قراره ایمان باشه. ایمان در نظر خیلیا یعنی باور داشتن به یه جمله یا به یه شخص یا به یه کتاب یا به یه کار، ولی از نظر من ایمان داشتن یعنی تو یه کاری رو انجام بدی و به خاطر اون کار و احترامی که برای اون کار قائلی از اون کار منحرف نشی و ادامه بدی کارت رو. مثل اینکه یه هدفی میذاری اما از اون هدف هر هفته هر روز فکرهای جدید ایده های جدید میاد تو ذهنت و ازش منحرف میشی و ایمان میتونه این کار رو انجام بده وقتی وارد زندگیت میشه، اینکه از اون کار منحرف نشی. مثل اینکه تو 1000 تا یا 100 تا ایده داری اما روی یکیش تمرکز میکنی. مثل همون حرفی که من چند وقت پیش یه دونه پادکستی گوش دادم که میگفت استیو جابز تمرکز رو اینطوری تعریف میکنه: اینکه توجه 100% و قدرت 100% رو روی یه دونه ایده خوب گذاشتن و بیخیال 100 تا ایده دیگه خوب شدن یعنی تمرکز. و اینطوری توصیف میکنه تمرکز. فلورانس اسکاول شین در مورد همین ایمان میگه که تو وقتی ایمان داری یه گودال رو تصور کن که داخلشی و برای یه دونه هدف تلاش میکنی و وقتی برای اون هدف تلاش میکنی در کنارش براش هم تدارک ببین. مثل اینکه فردی که میخواد یه مسافرت خارجی بره و بهش ایمان پیدا میکنه که قراره بره، اون مسافرت خارجی رو براش تدارک میبینه، میره پاسپورتش رو تمدید میکنه، میره وسایلایی که لازم داره رو میخره که اون چند روز اونجاست ازش بهترین استفاده رو بکنه. یا این که کسی که میخواد مهاجرت کنه میره تدارک میبینه که زبان یاد بگیره. یا اینکه مثلا من خودم یه دونه مثال از عمم بزنم. وقتی که بارداری رو جذب کرد، اینطوری جذبش کرد که رفت برای اون جنسیتی که میخواست بچه دار بشه، مثلا میخواد پسر دار بشه، رفت یه 2 سال 3 سال برای این خواستش تدارک دید، برای بچهش لباس خرید، کفش خرید و هر چی که میومد جلو چشمش واسه پسرش میخرید و الان عمم حامله است و پسر داره. به همین راحتی. مثل اینکه کسی که امیدواره امید داره که خواستش برآورده میشه، اما کسی که ایمان داره باور کرده که خواستش قراره برآورده بشه و در پی برآورده شدن خواستش دست به عمل میزنه و این خیلی جذابتر از اونیه که امیدوار باشی. ایمان داشته باشید به خواستتون و هر روز بیشتر از دیروز براش تلاش کنید. قطعاً چیزی که میخواید رو به دست میارید، چون این قانون طبیعته. ایمان انرژی که میتونه شما رو به خواستتون به راحتی برسونه. وقتی اینجا باورش میکنی تو جهان سه‌بعدی میبینیش. مثل اینکه من همیشه به خودم میگم
چیزی که من فکر میکنم حتما قراره که اتفاق بیفته، پس همیشه برام اتفاق میفته و همیشه هم تو دفتر شکرگزاریم می نویسم که چیزی که من فکر میکنم قراره اتفاق بیفته و قطعا اتفاق میفته. خیلی جالبه. حتی مثلا دیشب هم من فکر کردم که فیلمی که قراره ببینم یه آهنگی توش پخش میشه که من حفظم اون آهنگو، و یه آهنگی پخش شد که من باهاش خوندم، در حالی که شاید من اصلا اون آهنگ رو نشنیده بودم، ولی باهاش خوندم، تونستم باهاش بخونم. پس یه جایی من اون آهنگ رو حفظ بودم و خیلی جذاب این قانون. پس به هر چیزی که میخواین بنویسید، ایمان داشته باشید، براش شکرگزاری کنید و طبق اون ایمانی که دارید براش عمل کنید. ببینید چه چیزهایی برای اون هدفتون لازمه، براش تدارک ببینید و به دستش بیارید. به همین راحتی. روز و شب خوبی داشته باشید. مرسی که لایک میکنی، مرسی که سابسکرایب میکنی. بوس بهت. خدا نگهدار.